خودمونیم دیگه. ما هر شغلی رو که بخوایم انتخاب کنیم اول به این فکر میکنیم که برامون درآمد کافی رو داره یا نه. حالا بیا من تو این ویدیو میخوام یه فرمولی رو بهت یاد بدم که تو چه بخوای تتو آرتیست بشی چه هر شغل دیگه رو انتخاب کنی از این فرمول به جوابت میرسی. سلام، امیدوارم که حالتون عالی باشه. این دومین ویدیو از کانال منه. یه سوال دارم، نظرتون رو بهم بگین. آیا اسم کانالم رو بذارم مدرسه تتو؟ حالا میگن خب چرا نذاری؟ بذار دیگه، به ما چه هستم؟ میذاریم. توی این ویدیو میخوام 2 موضوع رو با هم دیگه بررسی کنیم. یک این که از تتو به چه روش‌هایی میشه درآمد داشت. از این به این نتیجه میرسین که آیا اصلا این شغل به درد شما میخوره یا نه. 2 اینکه معایب و محاسن شغل تتو الان توی ایران تو شرایط فعلی به چه صورته. اون فرمولی که میخوام بهتون بگم رو از شخصی به اسم رابرت کیوساکی یاد گرفتم که سرمایه‌گذار آمریکاییه، نویسنده کتاب پدر پولدار پدر بی پول. رابرت کیوساکی از یه سوال خیلی ساده به این فرمول رسید، اینکه چرا بعضیا انقدر درگیر کار و پولن اما بعضیا با اینکه وقت بیشتری دارن و کمتر درگیرن پولدارترن. اون در واقع داره میگه که منبع درآمد آدم‌ها تعیین کننده میزان آزادیشونه، نه استعدادشون نه سخت کوشیشون. حالا چیکار کرده؟ اومده یه مدل رفتاری 4 قسمتی ساخته که شما در طول زندگی شغلیتون توی این 4 پوزیشن قرار میگیرید. این 4 قسمت چیا هستن؟ کارمندی، سلف ایمپلوید یا خود اشتغالی، بیزینس آونر بودن یعنی صاحب یه بیزینسی باشین یا سرمایه گذار باشین. شما در طول زندگی شغلیتون تو یکی از این پوزیشن ها قرار میگیرید. حالا نکتهش چیه؟ اینه که ما هممون دلمون میخواد که به اون قسمت سرمایه گذاری برسیم، یعنی که بشینیم توی خونه بخوابیم بخوریم بخوابیم درآمد داشته باشیم که شخصا آرزوی منه دیگه، آرزوی همه هست، چرا نباشه. حالا من همه این مراحل رو با مثال شغل تتو براتون توضیح میدم. اولیش کارمندیه. کارمندی توی تتو به این شکله که شما میتونین توی یه سالونی کار کنین، حالا یا صندلی اجاره کنین یا اینکه به صورت درصدی کار کنین. کارمندی این شکلیه که شما دارین زمان میذارین و درآمد دارین، یعنی اینکه در واقع شما دارین زمانتون رو میفروشین. خوبیای کارمندی اینه که خب امنیت دارین و مسئولیت کمتری دارین، اما تا دلتون بخواد بدی داره. یک اینکه شما سبک خاص خودتون رو نمیتونین داشته باشین. 2 اینکه مشتریای شما نیستن. 3 اینکه قیمت گذاری دست شما نیست. از طرفی هم خب وسایل رو شما نمیخرین، پول آب و برق و گاز و جا و اون سالونی که هستین رو شما نمیدین و خیلی از مسئولیت‌های دیگه مثل تبلیغات و پیدا کردن مشتری و اینها بر عهده شما نیست. مرحله کارمندی توی هر شغلی به این شکله که به محض اینکه شما نباشین درآمد صفره. یعنی اگر شما مریض بشین یا اگر بخواید برین سفر یا به هر دلیل دیگه حضور نداشته باشین خب قاعدتا درآمد هم ندارید. مرحله بعدی مرحله سلف ایمپلویده که خیلی مرحله جذابی اتفاقا. توی شغل تتو به این شکلی که شما یه سالن یه فضایی رو برای خودتون دارین، برای خودتون کار میکنین، در واقع رئیس خودتونین، میتونین سبک خودتون رو داشته باشین، میتونین برندتون رو کم کم بسازین، مشتریای شما. از طرفی هم خب مسئولیت‌های زیادی داره دیگه، هزینه تبلیغات، هزینه وسایل. اما همون جوری که بهتون گفتم این مرحله جذابترین مرحله است، البته از نظر من، به خاطر اینکه تجربه های فوق‌العاده‌ای کسب میکنین، از رفتار با مشتری گرفته تا اینکه چیکار کنین که برندتون رشد کنه و خب کلی تجربه های باحال دارین، اینکه هزینه ها رو چجوری مدیریت کنین، توی مواقع بحرانی باید چی کار کنین. خیلی تجربه های بی‌نظیری کسب میکنین که قاعدتا تو مراحل دیگه این تجربه ها رو ندارین. روم به دیوار، همون جور که رئیس خودتی کارگر خودت هم هستی.
همه کارها رو خودت باید بکنی. تبلیغ باید بکنی، مشتری مداری باید بکنی، مشاوره بدی، نوبت بدی، قبلش بچینی، بذاری، برداری، بری، جمع کنی. آخرش هم اگر یه روز نباشید دوباره درآمد نداری. با 2 تا دستم که نمیتونی تتو بزنی. یعنی در واقع همون مراحلی که توی کارمندی داری اینجا هم داری، فقط اسمش خوشگل تره، جاش قشنگ تره. شوخی نکردم و خیلی مرحله سختیه، اما از نظر من اگر تو سلف ایمپلوید نباشی نمیتونی به مراحل بعد برسی. یعنی نمیتونی بیزینس خودتو داشته باشی، نمیتونی سرمایه گذار باشی. اگر کارمند نباشی شاید بتونی یک باره بری سالن خودت رو بزنی، شروع کنی به تجربه کسب کردن. اما اگر سلف ایمپلوید رو تجربه نکرده باشی همیشه یه جای کار میلنگه. حالا وارد مرحله بیزینس اونری میشی. توی این مرحله تا دلت بخواد میتونی شغلتو بزرگ کنی، گسترشش بدی، میتونی تعداد زیادی کارمند داشته باشی. برای همه اون مسئولیت هایی که توی سلف ایمپلوید داشتی، تبلیغات، مشاوره، طراحی و غیره، برای هر کدوم از اینا میتونی کارمند داشته باشی. میتونی برای هر سبک تتو کارمند متفاوت داشته باشی، تتو آرتیست متفاوت داشته باشی. پس میتونی حسابی شغلتو گسترش بدی. کلی هم که تجربه داری، کلی هم که کانکشن داری. حالا زمانت اومده دست خودت، همه کارا رو میدی دست کارمندا، میشینی با خودت فکر میکنی که چطور برندم رو قوی کنم. میتونی آموزش بذاری، میتونی با برندهای مختلف قرارداد ببندی، فروش محصول داشته باشی، حتی میتونی شعبات بیشتری داشته باشی. چرا که نه؟ اگر این کار باشه حتما میتونی. یه اسمس واریزی برام اومد. یه نفر رفته توی سایت و پکیج آموزشی تتو پیرسینگ خریده. این مرحله همون مرحله‌ایه که من عاشقشم. بشینی تو خونه و درآمد داشته باشی. این مرحله همون مرحله سرمایه گذاریه. دیدی چی شد؟ زمانت دست خودته، بدون حضور تو بیزینس داره میچرخه. تو آزادی و داری پول در میاری. این همون چیزیه که رابرت کیوساکی گفت. منبع درآمد آدما نشان دهنده میزان آزادیشونه. نه اینکه تو چقدر کار میکنی، چقدر استعداد داری. پول حاصل کار کردن زیاد نیست. پول حاصل ساختن یه سیستمه. ببین چطوری میتونی اون سیستم رو برای خودت بسازی و به پول زیاد برسی. حالا میخوام چند تا نکته در مورد شغل تتو توی ایران بهت بگم که خدایی هیچکس بهت نگفته. اولین و مهمترینش اینه که به خاطر اینکه رفته رفته داره تفکر آدما نسبت به تتو تغییر میکنه و جوونا دارن با سبک‌های مختلف آشنا میشن و رو آوردن به تتو زدن، الان تقاضا نسبت به عرضه خیلی بیشتره. یعنی من خودم به عنوان کسی که میخوام یه تتو بزنم، الان بخوام توی ایران دنبال یه تتو آرتیست خوب بگردم، خیلی باید زمان بذارم، خیلی باید سرچ کنم تا یه تتو آرتیست خوب پیدا کنم. بنابراین تقاضا نسبت به عرضه خیلی بیشتره. این مهمترین نکته کار کردن توی ایرانه. به خاطر اینکه شما توی اروپا و آمریکا انقدر تتو آرتیست زیاد میبینی، انقدر آدمای حرفه‌ای میبینی که تا بخوای وارد این بازار رقابتی بشی، تا بخوای خودنمایی کنی، حالاها طول میکشه. خیلی سخته. بازار رقابتی خیلی بزرگه. پس شما توی ایران راحت‌تر میتونین دیده بشین، سریع‌تر میتونین این روند رشد رو طی کنین. یه نکته خیلی مهم دیگه‌ای که وجود داره تبلیغاته. خدایی هیچ جای دنیا اندازه ایران از اینستاگرام استفاده نمی‌کنن. شما میتونید توی اینستاگرام تا حد زیادی رایگان و بدون محدودیت تبلیغ و بازاریابی بکنی. اینستاگرام یه نمونهشه ها، بماند که هنر خوب شما، اجرای خوب شما روی بدن هر کسی خودش یه تبلیغه. اون آدم در سطح شهر میچرخه و تبلیغ شما رو میکنه. نکته بعدی هزینه‌های پایین توی ایران، در واقع اجاره جا، هزینه‌های جانبی، همون آب و برق و گازی که گفتم، و حتی هزینه‌های وسایل توی ایران خیلی کمتر از اروپا و آمریکاست. پس اگر استراتژیک حرکت کنی خیلی سریعتر میتونی رشد کنی. حالا در ویدیوهای آینده بیشتر در مورد این موضوع ها با هم دیگه صحبت میکنیم. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشین. اگر براتون مفید بود لطفاً به دوستان خودتون هم معرفی کنید.